الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و خواهران بسیار مهربان، از الله مهربان دعاگو هستم که خداوند باز هم محبت و میل و ذوق شما را به سوی دین خدا زیاد بگرداند و از الله مهربان دعاگوی هستم که خداوند در همه کارهای شما اگر نیک باشد خداوند برار و برکت و کشایش نصیب گرداند. از الله مهربان دعاگوی او هستم که حاجت طلبهایی که هستند خداوند حاجتاتون برآورده گرداند. بی فرزندهایی که هستند صاحب فرزندهای صالح و از الله مهربان خواهان او هستم که قرضدارهایی که هستند از این مصیبت قرض این بندگانت را خلاص بگردانی. و الله مهربان دعا میکنم که این بیماری که تا امروز خیلی مدت ها شد که مردم سرسانند سرگردانند، خدای مهربان این درد این مشکلات هم از بالای سری جمعی بندگان دور بگردانی. و از خدای مهربان دعاگوی او هستم که خداوند میل ما و شما را، محبت ما و شما را به سوی دینش باز هم زیاد بگرداند. برادران و خواهران عزیز، الحال من در اطراف یک موضوع صحبت دارم که این بسیار یک دردی بده، بسیار یک خصلت رذیله که الله مهربان دعا میکنم که خداوند شما به این درد به این خصلت هیچگاه مبتلا نشوید که این دردی بد برادران عزیز نامش کیبر هست. یعنی بیشتر مردم کیبر میگن یا تکبری میگن یا خودخواهی میگن یا ناپسندی میگن. به هر یک طریق مقصد در اطراف این در هر یک منطقه ها هر خیل گفتنی ها هست. از این لحاظ مقصد همان درد کیبر، درد تکبری، درد ناپسندی هست. برادران عزیز و گرامی که این مسئله را از من سوال کردند که یکی درباره کیبر، یکی درباره نفس، که این هم دردی امروزه مردم مسلمان است. بسیاری از برادرای مسلمان ما که مبتلای این دردی بد هستند، یعنی بسیار خودخواهند، بسیار ناپسندند، در برابر خودشان دیگرها را مقصد تحقیر میکنن، آدم هم نمیشمارن. از من سوال کردن که درباره این من معلومات تیم تا شاید نفر بر همین بیماری مبتلا باشد، بعد شنیدن این صحبت خدای مهربان توفیقش میتید و از این راه بر میگردد و این دردی بد از خودش دور میگرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. برادران عزیز و گرامی، این آیتی که من خواندم از سوره مبارکه قصص، آیتی 83. در این آیت قرآن برادران عزیز و گرامی، الله مهربان به ما و شما چی میگوید؟ خوب گوش اندازیم. بسیار صحبت خوبی هست، بسیار موضوع نیکی هست. الله مهربان گفت تلک دار الاخره، اشاره به سوی جنت، اشاره به سوی بهشتی که پر از ناز و نعمت است. بهشتی که برادران عزیز در اونجا جوانیش پیری ندارد، در اونجا تنصیحتیش بیماری ندارد، در اونجا حیاتش مرگ ندارد، در اونجا نعمتهاش فصل ندارد. در همه وقت هر یک خواهشی که در تو باشد برای تو مهیا می شود. یعنی همون بهشتی که از تمام ناز و نعمت برخوردار است، با تمام شرایطش آماده شده است. الله مهربان میگوید در او کی داخل می شود؟ للذین لا یریدون علوا فی الارض. در این کسان داخل می شوند که از این درد بد، یعنی از این تکبری، از این خودخواهی، از این ناپسندی، اونها اگر بری باشند، اگر اونها خالی باشند، یعنی نفرهای داخل می شود که اونها تکبر نیستند، اونها ناپسند نیستند. الله مهربان میگه انا همین جنت، انا همین بهشت، انا همین گویم یک مکانی که از همه بالاتر رضاگی الله در اونجا یافت می شود، از همه بالاتر دیدار پروردگار در اونجا برای تو میسر می شود. میگوید کسانی را من در اینجا راه میتیم که اونها اگر در خودشان انامین حقیر شماریدنی فرزند آدم نداشته باشند، نفرهایی باشند که ناپسند نباشند، نفرهای باشند که مقصد خالی از این تکبری باشند. خوش به حال آن کسانی که از این درد بد خلاصن و جای اونها این مکانی پرناز و نعمت می شود. برادران عزیز و گرامی، شیخ سعدی می فرمود ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدت چو آتش مباش. چو گردن کشید آتشی هولناک، به بیچارگی تن بینداخت خاک. چون آن گردن کشید این کمه، از آن دیو کردن از این آدمه. الله مهربان این شیخی بزرگوار، این سعدی را رحمت و مغفرت کند که به سوی ما فرزند آدمی که از خاک به دنیا آمدیم اشاره دارد که ز خاک آفریده خداوند پاک، پس بندگی افتادگی کن چو خاک. خصلت‌های خاک هم میدانی گفت مثل انمون خصلت‌هایی که خاک دارد که در ما آدمی خوب و آدمی که تکبر نباشد خاکسارش میگن. انمون میگد
تو مادام از خاک که هستی خاکسار باش. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدت چو آتش مباش. هیچگاه تکبر نباش، ناپسند نباش، بین خودخواه نباش. هیچگاه خودت از دیگران برتر ندان، دغدغه و دبدبه نکن. بین با آدما مقصد بانو که دست سلام نکن، بلکه میگد از خاکی ایره فراموش نکن. رنگ آتش نباش. بین عجیب اینجا یک اشاره زیبا میکرد. چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بینداخت خاک. میگه وقتی خدا آتش خلق کرد، یعنی علاوه وقتی الله خلقش کرد، میگه گردن کشید، بسیار خودش بلند گرفت، علنگه زد. وقتی خاک آفرید، خاک به همون اصل خودش، همون بیچارگی خودش باقی ماند. میگه مادامی که او گردن کشید این کمه، از آن دیو کردن از این آدمی. مادامی آتش که گردن کشید و گردن زد، خدا از آتش شیطان آفرید. مادامی که خاکی همون خاکی خود کرد، همون خاکساری خود کرد، از این کردن انسان. از خاک الله آفرید آدم. برادران عزیز و گرامی، این بسیار یک اشاره زیبایی هست از جانب شیخ سعدی، خدا رحمت کنه. چی بزرگایی داریم، چی نصیحت‌های خوبی کردن که حضرت مولوی میگفت گوش باید که بشنود این را. برای اینها گوش در کار. ای برادری که مبتلای همین بیماری، اگر باور کنین به خدای مهربان قسم، اگر از همین درد خودت خلاص نکنی، در دنیا هم تو را هیچ کس دوست نمی دارد. آدم تکبر را هیچ کس دوست نمی دارد. در آخرت هم از تو همه بیزاره. زیلیاز از این درد همیشه کوشش کن که هیچ وقت در خودت ایره راه نتی.